در دست امام غزالی طوسی هم چیزی نبوده، در دست امام الحرمین هم چیزی نبوده، در دست امام فخر رازی هم چیزی نبوده، در دست اصلیاش هم هیچی نبوده جز مغالطه. من از طرف خدا اومدم، جبرئیلم هر شب در گوش من فکس میاره، فکس هر روز داره فکس. آقا این چه حرفیه؟ کدوم آدم عاقل و خردمندی چنین چیزی رو پذیرفته؟ مگه هم چیزی میسره؟ اگر از عالم بالا اومده چقدر مغالطه داره و اشتباه داره، چرا اینقدر اشتباه؟ همه چیزش غلطه که آخه 1500 ساله در واقع 1/5 کره زمین رو مثل تمام کسانی که در خونشون مورفین زده شده همه جوری موندن. شما نگاه کنید آقا، من آمار مسلمان‌ها به شما میدم. آخه بابا اگه یک پدیده نیکی باشه پیامبرش هم باید نیک باشه. خب مگه نه؟ پس فایده چیه؟ 200 میلیون گرسنه در بنگلادش. آمار مسلمانان بیچاره رو بدم و مسلمانان بیچاره بدبخت به سنت مسلمانان بدبختای بیچاره هم به اینا حاکمه، عقب ماندگی و بیچاره. 200 میلیون نفر تقریبا گرسنه داریم و جاهل در بنگلادش. داستانش شنیدیم، ضرب المثل بنگلادش. حدود 250 میلیون نفری هم گرسنه و بدبخت داریم در اون طرف بنگلادش، اندونزی. این چقدر شد آقا جان؟ این 450 میلیون. که میگن میلیارد میخوام آمار بدم. روی هم قریب 300 میلیون هم در شبه قاره هند و در همین پاکستان هست. این میشه 700 میلیون نفر. سواد اعظمش همینا هستن. یه 150-200 میلیون نفر نفت فروش داریم اینجا در این حاشیه آفریقا و همین خاورمیانه خودمون. دیگه کدوم اسلام، کدوم جامعه پیشرفته، کدوم ابداعات و اختراعات، کدوم خدمت به مدنیت؟ آخه یه چیزی باید دست ما باشه ازش دفاع کنیم. پدر جان 100 سال این آثار یونانیا ترجمه شده بود، درس ابن سینا افتاده بود و رازی. اونا که مخالف اسلام بودن بابا همه بساطش رد کردن، دست بر نمیدارن. حالا ببین از جان ملت ایران چی میخوان این سادات؟ اینا دفاع میکردن. کی دفاع میکرد؟ پدر جان کی دفاع میکرد؟ دیگه شما از این کتاب معتبرتر نداری، هی بهش استناد میکنی. از این کتاب آخونده از یه عمر استناد کرد، چون نویسندش گرایش‌های شیعی هم داشته. من برای شما میارم ببینیم آقا این داستان چه بوده، چرا شما اینقدر مردم به چاه میاندازید؟ اصلا فراموش کنید این داستان رو، بذارید مردم پی آزادی و عدالت رو توی جامعه بگیرن. ماشاءالله اسلام عزیز، نمیدونم این تشیع عزیز که پدر این ملت رو در آوردی. شما چی میخواهد استیت دیگه؟ دست بردار بابا بشین منزله. حالا شنیدم از حالی بودم براشون یک چند چیزی رسیده است، میخوان رول مارلون براندو رو در گادفادر 4 هم بازی. خیلی پاپولار شدن، محبوب شدن دیگه. این تقصیر ما بود آقا، کسی ایشون رو نمیشناخت. خب در فرستادن لشکر به اطراف بلاد این آقا میگه که این مسلمان دفاع میکردن. بابا نه، بدبختا مکی‌ها از خودشون دفاع میکردن. خب من برای شما میخونم. پس سید چون از حج وداع فارغ شده بود، این حجت الوداع در واقع آخرین سفر این سید است، یعنی بنیانگذار اسلام به مکه، به مدینه بازگردید. و چون به مدینه رسید و بقیت ماه ذوالحجه و محرم و صفر گذشته بود، لشکری راست کرد یعنی آرایش داد و اسامه بن زید را بر سر ایشان امیر کرد و ایشان را به شام و زمین فلسطین فرستاد که برن غارت کنم بیار. این دفاعیه سید دفاع میکرد. خب محمد ابن اسحاق گوید که سید 28 غزو به نفس خود بکرد، یعنی پیغمبر اسلام 28 بار رفته جنگ کرده و کیفیت احوالون از پیش رفت و 38 گروه از لشکر اسلام هم در عهد خود از بحر قزو به اطراف بلاد فرستاد. این که قدیم ترین تاریخ اسلام ها، خیلی هم آخونده بهش استناد میکنن، اونجا که به نبیون استناد میکنن، اونجا که نه خیر آقا خیلی. خب و آخرترین لشکری که فرستاد اسامه بن زید بود که او را در آخر عهد خود با لشکری بسیار به غزو شام و حد فلسطین فرستاد. بعد میگوید که و تفصیل این 38 گروه لشکر که سید ایشون را به غزو این است: اول عبیدة ابن حارث فلان را فرستاد، دوم حمزه ابن عبدالمطلب را به ساحل
به ناحیتی که اون را ناحیت الایس گفتندی فرستاد. سوم سعد ابی وقاص را به جای دیگر فرستاد که اون را خرار گفتندی. چهارم زید بن حارثه را به قرده فرستاد. پنجم محمد بن مسلمه را خاص از بحر کعب بن اشرف بفرستاد که این یهودی بود، رفتن شب سرش بریدن. این ادعای برادری هم با چاش فریبش دادن، دروغ گفتن، کشیدنش پایین، سرش بریدن، ورشون آوردن. البته سرش نیاوردن، همونجا کشتن انداختن شما. خب